امیرالمومنین میگه من اون روز 90 زخم برداشتم. امروز جنگ احده 90 زخم. همونم بعضی زخما اونقدر عمیق بود من با صورت میخوردم زمین. ملائکه میومدن منو بلند میگفتن علی پاشو غیر تو هیچکی نمون. شمشیر شکست. ملائکه ذوالفقار آوردن این از بهشت اومد دادن دستش گفتن آقا این دیگه نمیشکنه. آخر دیگه آقا ملائکه میخوندن لا خطا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وقتی به فاطمه خبر دادن این از مدینه تا احد 7 کیلومتر فقط این بود. این وقفه اومد پدرش افتاده شوهر مظلومش وایساده 90 زخم از همه بدنش خون. این شمشیر هم اینجوری به رخنه نگه داشته. پهلوانی بودن میگفت. وقتی بیبی اومد بیبی یه نگاهی کرد گفت علی یه جا تلافی می‌کنه. کجا تلافی کرد؟ دنبال حیدر می‌دوید